سلام به شما که دنبال یادگیری هستید. امروز اومدیم سراغ یک کتاب کمی اسرارآمیز در خصوص راهنمای عملی خودهیپنوتیزم نوشته ملوین پاورز. چاپ اولش مال سال 1961 هست. یک کتاب کلاسیکه که ادعا میکنه میتونه قفل پنهان ذهن ما رو باز کنه. منبع اصلی ما هم مطالبی از همین کتابه. میخوایم با هم ببینیم از نگاه پاورز که خودهیپنوتیزم اصلاً چی هست، چجوری کار میکنه و اینکه آیا میتونه یک ابزار عملی باشه برای تغییر و بهتر شدن یا یک سری تصورات عامیانه است. خلاصه هدف ما اینه مصالحه فکر پاورز رو بکشیم بیرون. خب شروع میکنیم و صحبت محققان رو در خصوص این کتاب ارزشمند میشنویم. ببینید، به نظرم جذابیت اصلی کار پاورز همینه. اون تلاش میکنه هیپنوتیزم رو از اون حال و هوای عجیب و غریب، گاهی حتی ترسناک، بیاره بیرون. میگه هیپنوتیزم یه مهارته، یه چیزی که میشه یاد گرفت و مهمتر از همه خود فرد کنترلش میکنه. اصلا نکته اصلیش همینه که میگه ماها، یعنی همه ما، دائما داریم تلقین دریافت میکنیم. از تبلیغات تلویزیون بگیر تا حرفای اطرافیان، باورهایی که ناخودآگاه میپذیریم. پاورز میگه خود هیپنوتیزم یعنی یاد بگیریم همین قدرت تلقین پذیری که داریم رو آگاهانه به نفع خودمون استفاده کنیم، هدایتش کنیم. خب پس اولین سوال اینه که خود پاورز خود هیپنوتیزم رو چجوری تعریف میکنه؟ دقیقاً چه میگه؟ تعریف پاورز اینه که خود هیپنوتیزم یه حالتیه که توش قدرت تلقین پذیری فرد، یعنی آمادگیش برای قبول کردن یه ایده، خیلی خیلی بالا میره. تو این حالت اون بخش منتگد ذهن هوشیار ما که معمولاً جلوی هر فکر جدیدی گارد میگیره، یه جورای موقتاً میره کنار و این باعث میشه راه برای اینکه تلقین‌های مثبت، تلقینایی که خودمون انتخاب کردیم، مستقیم برن تو ناخودآگاه باز بشه. و جالبه که میگه حتی وقتی مثلا یه نفر دیگه شما رو هیپنوتیزم میکنه، بازم این خود شمایید که تصمیم میگیرید به اون تلقین‌ها جواب بدید یا نه. انگار که یعنی در نهایت همه هیپنوتیزم‌ها یه جور خود هیپنوتیزمن. این یکم برعکس اون چیزیه که معمولا فکر میکنیم، نه؟ کاملا، دقیقاً. این یکی از مهمترین حرفای پاورزه برای اینکه اون ترس‌ها و باورهای غلط رو برداره. ببینید، تصور عمومی چیه؟ اغلب هم از فیلم‌ها و داستان‌ها اومده. اینه که طرف کنترلش رو از دست میده، ارادهش میفته دست یکی دیگه، یا مثلا چی میگن، یه خواب خیلی عمیق میره که هیچی نمیفهمه. پاورزو همه اینا رو قاطعانه رد میکنه. تأکیدش اینه که فرد توی هیپنوتیزم کاملا بیداره، آگاهه، میشنوه چی میگن، میتونه فکر کنه، تحلیل کنه، حتی اگه نخواد میتونه تلقین رو قبول نکنه یا یه تلقین دیگه به خودش بده. پس به جای اینکه کنترل از دست بره، اتفاقاً یه جور کنترل متمرکزتر روی یه بخشی از ذهن پیدا میکنی که معمولاً بهش دسترسی نداری. یه حالت آگاهی تغییر یافته است، نه بیهوشی. پس اون تصویرای سینمایی، مثلا اون دانشمند دیوونه‌ای که با 1 ساعت جیبی مردم رو کنترل میکنه، اینا همش کشکه. و اون نگرانی که مثلا نکنه آدم اسرارش رو لو بده، اون چی؟ پاورز میگه اینا دقیقاً ریشه‌شون تو همون قصه ها و فیلم هاست. یعنی اینقدر تکرار شده که دیگه جزو باورهای ناخودآگاه جمعی ما شده. مثال شخصیت سونگالی رو میزنه که چطور این تصور غلط رو جا انداخته. در مورد لو دادن اسرار هم، چون فرد کاملا آگاهه و کنترل دست خودشه، چیزی که نخواد رو نمیگه. معمولا اگه هیپنوتیزور روی موضوع حساس فشار بیاره، طرف اصلا از حالت هیپنوتیزم میاد بیرون. پاورز یه قدم هم جلوتر میره، میگه ترس واقعی خیلی‌ها از هیپنوتیزم راستش ترس از روبرو شدن با خودشونه، با اون بخشای ناشناخته یا سرکوب شده وجودشون. ترس از فکرایی که شاید تو اون حالت آرامش و تمرکز بیان بالا. بسیار خوب. پس این تصورات غلط رو که کنار گذاشتیم، حالا برسیم به این که چجوری کار میکنه. پاورز میگه کلید اصلی کجاست؟ آها، اینجا دیگه میرسیم به قلب روش پاورز، تجسم تصویری، یعنی ویژوال ایمیجری. ببینید، اون معتقد ذهن ناخودآگاه ما
بیشتر با زبون تصویر و احساس کار میکنه تا کلمات خشک و منطقی. پس به جای اینکه فقط به خودت بگی مثلا من اعتماد به نفس دارم، باید فعالانه خودت رو ببینی که تو موقعیت‌های مختلف داری با اعتماد به نفس رفتار میکنی. انگار داری یه فیلم ذهنی میسازی، یه فیلم واضح با جزئیات که نقش اولش خودتی، اونم اونجوری که دوست داری باشی. این شبیه همون تکنیک سه‌بعدی یا 3D نیست که دکتر ون پلت میگفت و پاورز هم بهش اشاره میکنه که انگار خودت رو پرده سینما میبینی که داری موفق عمل میکنی. ولی چرا این تجسم انقدر قویه به نظر پاورز؟ یعنی فقط خیال بافی نیست؟ دقیقاً همون تکنیکه. استدلال پاورز اینه که نه، فقط خیال بافی نیست. چرا؟ چون تو حالت هیپنوتیزم همونطور که گفتیم اون فیلتر منتقد ذهن هوشیار ضعیف‌تره. وقتی شما یه تصویر ذهنی خیلی واضح و زنده همراه با احساس مثبت میسازی، مثلا حس افتخار بعد یه سخنرانی موفق، ذهن ناخودآگاه به راحتی نمیتونه فرق این تجسم قوی با واقعیت رو بفهمه. این تصویر و اون حس همراهش مثل یه برنامه کامپیوتری جدید تو ناخودآگاه ثبت میشه. هی تکرارش میکنی، این برنامه جدید میاد جای الگوی قدیمی، مثلا ترس از سخنرانی. این تصویرهای ذهنی کم کم حسای واقعی متناسب رو ایجاد میکنن و همین حسای جدید رفتار شما رو تو دنیای واقعی عوض میکنن. پس یه جورایی شبیه اثر دارونماست که باور به خوب شدن میتونه تغییر فیزیکی بده، یا شبیه قدرت تفکر مثبت؟ شباهت‌هایی داره قطعاً، مخصوصاً با دارونما که قدرت باور و انتظار رو نشون میده. اما خب پاورز معتقد بود خود هیپنوتیزم هدفمندتر و مستقیمتر از تفکر مثبت صرف یا مدیتیشن عمل میکنه. چرا؟ چون شما فعالانه توی یه حالت پذیرندگی بالا دقیقاً همون تصویر و تلقین خاصی که برای هدف مشخصت لازمه، مثلا ترک سیگار یا افزایش تمرکز، رو به ناخودآگاهت میدی. انوار داری مستقیم با برنامه‌نویس سیستم عامل ذهنت حرف میزنی. خیلی خوب. حالا که فهمیدیم مکانیزم اصلیش چیه، یعنی تجسم تصویری تو حالت پذیرندگی بالا، بریم سراغ کاربردهای عملی. پاورز میگفت این روش برای کلی مسئله مفیده. از کجا شروع میکنه معمولاً؟ معمولاً از پایه‌ای ترین کاربرد شروع میکنه، آرامش، ریلکسیشن. تقریباً همه روش‌های الغای هیپنوتیزم با رسیدن به یه آرامش عمیق جسمی و ذهنی شروع میشن. یاد گرفتن این که چطور این حالت آرامش رو تو خودت ایجاد کنی، خودش به تنهایی خیلی مفیده، حتی اگه هیچ هدف دیگه‌ای هم نداشته باشی. این بیس کاره. منطقیه. خب بعد از آرامش میره سراغ چیزای مشخص‌تر مثل عادات، درسته؟ مثلا سیگار کشیدن که خب خیلی‌ها درگیرن. بله دقیقاً. ترک عادت‌ها یکی از حوزه‌هاییه که پاورز خیلی روش مانور میده. برای سیگار یه روش جالب پیشنهاد میده که قشنگ قدرت تجسم رو نشون میده. میگه بیا با تلقین و تجسم خیلی قوی طعم و بوی سیگار رو تو ذهنت پیوند بزن با یه چیزی که واقعاً حالت رو بد میکنه. یه چیز تهوع آور. حالا هر چی که برای شما اون حس انزجار رو داره. انقدر این پیوند رو تکرار کن و تجسم کن که تو دنیای واقعی هم وقتی میخوای سیگار بکشی همون حس بد، همون انزجار بهت دست بده. هدف اینه که اون لذت کاذبی که از سیگار میبردی با یه حس بد واقعی جایگزین بشه. همین منطق رو برای چیزهای دیگه مثل ناخن جویدن هم میشه به کار برد. جالب این تکنیک، استفاده از تجسم برای تغییر یه واکنش شرطی. در مورد کنترل وزنم حرف میزنه که خب موضوع حساسیه. اونجا چی میگه؟ پاورز به آمار بالای اضافه وزن اشاره میکنه و میگه چقدر زمینه‌ساز بیماری‌های جدیه. روشش باز هم ترکیبی از تجسم و تلقینه. اول خودت رو با اندام ایدئال، سالم، پر انرژی واضح ببین. تجسم کن. دوم، با تلقین اون میل شدیدت به غذاهای خاصی که میدونی عامل چاقیت هستن، مثلا شیرینیجات، غذاهای چرب، رو کم کن. یا حتی یه حس بی‌تفاوتی یا بیمیلی نسبت بهشون پیدا کن. البته پاورز خیلی تأکید میکنه که این کار حتما باید با احتیاط و با در نظر گرفتن توصیه‌های پزشکی باشه ها. تغذیه سالم بحث پیچیده‌ایه. و یکی از کاربردهایی که شاید یکم عجیب‌تر به نظر بیاد مدیریت درده. این واقعا چطور ممکنه؟ انگار مرز بین ذهن و بدن خیلی باریک میشه اینجا. این بخش واقعا حیرت انگیزه. ببینید، پاورز اول یه نکته خیلی مهم اخلاقی رو میگه.
هیچ وقت نباید از خود هیپنوتیزم استفاده کنی که یه دردی رو نادیده بگیری که هنوز دکتر علتش رو تشخیص نداده. دردی هشدار مهم از طرف بدن. ولی اگه علت مشخص باشه. دقیقاً. اگه علت درد مشخص شده و درد حالت مزمن پیدا کرده، مثلا آرتریت، بعضی سردردهای میگرنی بعد از اینکه مطمئن شدن توموری در کار نیست، یا تو شرایط خاص مثل درد زایمان یا برای کم کردن نیاز به مسکن تو بیماران سرطانی، پاورز معتقد هیپنوتیزم میتونه خیلی کمک کنه. یکی از تکنیک‌های جالبش انتقال بی‌حسی یا گلوو انستیژیا ترانسفر. یعنی چی؟ یعنی اول با تلقین دستت رو کامل بی‌حس می‌کنی، انگار که رفته تو یخ یا داروی بی‌حسی زدی. بعد این دست بی‌حس رو میذاری روی جایی که درد میکنه و تلقین میکنی که اون بی‌حسی از دستت منتقل بشه به اون ناحیه. قدرت باور و تمرکز اینجا حرف اول رو میزنه. فراتر از مسائل جسمی و عادتها، پاورز به بهبود عملکرد تو زمینه‌های دیگه هم اشاره میکنه، مثلا ورزش یا یادگیری. بله، مثالای جالبی هم داره. مثلا دیو میلز، یه بسکتبالیست که از تماشاچی میترسید و بازیش خراب میشد، با هیپنوتیزم رو ترسش کار کرد و شد ستاره تیم. یا یه بیسبالیست که توپ خورده بود تو سرش و ترسیده بود، با هیپنوتیزم اعتماد به نفسش برگشت و میانگین ضرباتش خیلی بهتر شد. تو یادگیری و تمرکز هم مثال لیندا دارنل، بازیگر معروف رو میزنه که ظاهراً با استفاده از یه تکنیکی به اسم تحریف زمان تو هیپنوتیزم تونسته یه نقش تئاتر طولانی رو یه شبه حفظ کنه. تحریف زمان یعنی چی؟ یعنی با تلقین فرد حس میکنه زمان خیلی کندتر یا خیلی سریعتر میگذره. این باعث میشه مثلا تو یه زمان کوتاه حس کنی کلی وقت داشتی و بتونی حجم زیادی اطلاعات رو مرور کنی یا یه مهارت رو تمرین کنی. انگار ساعات‌ها یا روزا گذشته. و حتی در مورد مشکلات روانی جدی‌تر مثل افسردگی هم مثال زده. داستان راهمانینف خیلی معروفه. بله، داستان سرگئی راهمانینف، آهنگساز بزرگ روس، یکی از مثال‌های کلاسیکه. اون بعد از شکست اولین سمفونیش دچار یه افسردگی شدید و وقفه خلاقیت طولانی شد. با کمک جلسات هیپنوتراپی پیش دکتر نیکولای دال که مدام بهش تلقین میکرد تو یه کار جدید مینویسی، راحت کار میکنی، کارت عالی میشه، راخمانینف تونست از اون دوره بیاد بیرون و کنسرت پیانوی شماره 2 خودش رو بنویسه که خب یکی از محبوب ترین کارهاش و تقدیمش هم کرد به همون دکتر دال. این نشون میده تلقین مثبت و هدفمند تو حالت هیپنوتیزم میتونه روی حالات عاطفی و روانی عمیق هم اثر بذاره. پس انگار وجه مشترک همه اینا همون استفاده از تجسم و تلقین هدفمنده برای بازنویسی برنامه‌های ناخودآگاه. اما پاورز حتما گفته که این یه شب اتفاق نمیفته، درسته؟ قطعاً 100%. این نکته‌ایه که پاورز هی روش تاکید میکنه بارها و بارها. میگه خود هیپنوتیزم یه مهارته، مثل هر مهارت دیگه‌ای، مثل ساز زدن، تایپ کردن، زبان یاد گرفتن، نیاز به تمرین منظم داره، نیاز به تکرار داره تا شرطی سازی قوی بشه، نیاز به انگیزه قوی و صبر داره. اصلاً نباید انتظار معجزه یه شبه داشت. پیشرفت ممکنه تدریجی باشه، حتی گاهی ممکنه آدم پسرفت موقت هم داشته باشه. تأکید میکنه که داشتن یه نگرش مثبت، یعنی باور کنی که من میتونم اینو یاد بگیرم، و پشتگار حتی وقتی نتیجه فوری نمیبینی حیاتیه. شک و تردید بزرگترین مانع. بسیار خوب. حالا برای شمایی که کنجکاو شدید و میخواید امتحان کنید، پاورز چه روش ساده‌ای برای شروع پیشنهاد میده؟ اون یه روش پایه رو توضیح میده که هدف اولیش اینه که به اون مرحله اول برسی، یعنی پلکات به صورت غیر ارادی بسته بشن. میگه اول یه جای راحت بشینید یا دراز بکشید، جایی که آروم باشید و کسی مزاحمتون نشه. دوم، چشماتون رو بدوزید به یه نقطه ثابت روی سقف یا دیوار روبروتون. بهتر اون نقطه یکم بالاتر از سطح چشمتون باشه که نگاه کردن بهش یه خستگی طبیعی تو چشم بیاره. سوم، شروع کنید آروم و عمیق و منظم نفس کشیدن. همزمان خیلی یک نواخت و آروم با هر دم تو ذهنتون بگید خواب و با هر بازدم بگید خواب عمیق. میتونید حتی خیلی آروم با صدای خودتون بگید. چهارم،
تمرکز کنید رو حس سنگینی و خستگی تو پلکاتون. به خودتون تلقین کنید پلکام دارن سنگین میشن، خیلی خستن، چشمام دارن میسوزن، اشک میاد تو چشمام، پلکام دارن به هم میچسبن، دلشون میخواد بسته شن. 5، هدف اینه که پلک‌ها خودشون، یعنی غیر ارادی تقریباً، ناخواسته بسته بشن، نه اینکه شما عمدن ببندینشون. این اولین نشونه پاسخ به تلقینه. 6، پاورز توصیه میکنه بهترین زمان برای تمرین این کار شبا موقع خوابیدنه، چون به طور طبیعی دارید از هوشیاری میرید به سمت نیمه هوشیاری و ذهن آماده تره. خب بعد از اینکه چشما بسته شد کار تموم نشده، تازه شروع عمیق‌تر کردن حالته. میتونید با شمارش معکوس، مثلا از 5 به 1 یا شمارش عادی تا 10 و با هر شماره تلقین کنید که دارید آرومتر و عمیق‌تر میشید. با هر شماره آرامتر و عمیق‌تر میشوم. سعی کنید حالت رو عمیق‌تر کنید. پاورز یه سری تست ساده هم پیشنهاد میده که بفهمید دارید جواب میدید یا نه. مثلا تست بلیدن. به خودتون تلقین میکنید که دهنتون خشک شده و تا بشمارید تا 10 یه نیاز شدید و غیر قابل مقاومت برای قورت دادن آب دهنتون پیدا میکنید. اگه این اتفاق افتاد نشونه خوبیه. یه نکته خیلی خیلی مهم، همیشه قبل از شروع به خودتون این تلقین رو بدید که توی یه زمان مشخص، مثلا بعد 15 دقیقه یا با یه سیگنال معین، مثلا شمردن تا 5، خیلی راحت و سرحال بیدار میشید. پاورز خیلی محکم میگه که گیر افتادن تو هیپنوتیزم یه افسانه است که فقط تو فیلم‌ها اتفاق میفته. شما همیشه کنترل خروج از این حالت رو دارید. اما خب حتما برای خیلیا پیش میاد که یه مدت تمرین میکنن ولی حس میکنن هیچی نمیشه. یعنی نمیتونن وارد این حالت بشن انگار. پاورز برای اینجور وقتا چی میگه؟ بله، این خیلی رایجه و پاورز قشنگ بهش پرداخته. چند تا نکته و راهکار خیلی جالب میده. اول اینکه میگه شاید شما توی هیپنوتیزم باشید ولی خودتون خبر نداشته باشید. چطور مگه؟ آره، تأکید میکنه حالت هیپنوتیزم لزوماً یه حس خیلی عجیب و غریب و یه دگرگونی شدید نیست. ممکنه خیلی ظریف باشه، شبیه یه حس تمرکز خیلی عمیق یا یه ریلکسیشن شدید. خیلیا چون منتظر یه حس خاص هستن و اون حس نمیاد، فکر میکنن موفق نشدن. توصیه پاورز اینه به جای اینکه تمرکز کنی روی حس کردن هیپنوتیزم، تمرکز کن روی اجرای تلقین‌ها و دیدن نتایج در طولانی مدت. حتی اگه فکر میکنی هیپنوتیزم نشدی، باز هم تلقین‌های مثبتت رو بده. جالبه، راهکار دیگه‌ای هم داره. آره، یکی دیگه که خیلی هوشمندانه است، تکنیک نقش بازی کردن، رول پلینگ. میگه اگه حس میکنی وارد حالت نمیشی، وانمود کن که هیپنوتیزم شدی. دقیقاً مثل یه سوژه عالی هیپنوتیزم رفتار کن. مراحل را برو، به تلقین‌ها جواب بده، مثلا تلقین سنگینی دست، جوری رفتار کن که انگار واقعاً اون حس رو داری. یعنی الکی؟ اولش شاید الکی به نظر بیاد، ولی پاورز توضیح میده که این وانمود کردنه، این نقش بازی کردنه به طرز عجیبی میتونه مکانیزم پاسخ شرطی ناخودآگاه رو فعال کنه. ذهن وقتی رفتار شما رو میبینه کم کم باورش میشه. مثال میزنه از سربازایی که برای فرار از جنگ الکی خودشونو به مریضی میزدن و انقدر تو نقششون فرو میرفتن که واقعاً علائم اون مریضی رو پیدا میکردن. یا کسی که رو صحنه هیپنوتیزم اولش برای خنده نقش بازی میکنه ولی یهو میبینه واقعا داره به تلقین‌ها جواب میده. چه عجیب. راهکار سوم چی بود؟ سومیش استفاده از کمک‌های روانی یا مکانیکیه. پاورز میگه بعضیا با ابزارهای کمکی بهتر نتیجه میگیرن. مثلا چی؟ مثلا یه چیزی هست به اسم دیسک چرخان هیپنوتیزم یا هایپنودیسک که یه صفحه با طرح مارپیچه که میچرخه. یا حتی گوش دادن به فایل‌های صوتی الغای هیپنوتیزم. اینا چجوری کمک میکنن؟ خب ببینید، اینا با ایجاد نقطه تمرکز ثابت و یک نواخت مثل اون دیسک چرخان یا با دادن تلقین‌های مداوم و آروم مثل فایل صوتی، حواس پرتی رو کم میکنن و ذهن رو آماده تر میکنن برای قبول تلقین. یه جور انتظار روانی هم ایجاد میکنن که خود این انتظار هم میتونه به وارد شدن به حالت هیپنوتیزم کمک کنه. ببینید، نکته اصلی که پاورز میخواد بگه اینه که مقاومت در برابر هیپنوتیزم چه خودآگاه باشه، مثلا از روی ترس و شک، چه ناخودآگاه، مثلا به خاطر باورهای قدیمی مخالف، کاملا طبیعیه. کلی دلیل میتونه داشته باشه. غلبه بر این مقاومت همون چیزایی رو میخواد که گفتیم: پشتکار،
نگاه مثبت و شاید یکم خلاقیت تو امتحان کردن روش‌های مختلف. نباید با چند بار تلاش اول ناامید شد. مثل دوچرخه سواریه، چند بار زمین میخوری تا یاد بگیری. بسیار عالی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از این گپ و گفتمون در مورد کتاب راهنمای عملی خود هیپنوتیزم ملوین پاورز، چی دستگیرمون شد؟ به نظرم پیام اصلی اینه که خود هیپنوتیزم اگه اون افسانه ها و فکرهای غلط رو بذاریم کنار، یه ابزار روانشناختیه، عملی و قابل یادگیری. ابزاریه برای اینکه از قدرت تلقین پذیری و تجسم تصویری هدفمند استفاده کنیم تا به ناخودآگاهمون دسترسی پیدا کنیم و یه جورایی دوباره برنامه ریزیش کنیم. دقیقاً. و اینکه این ابزار احتمالاً خیلی در دسترس‌تر از اون چیزیه که فکر می‌کنیم. البته اصلاً راه حل جادویی و فوری نیست، اینو باید دوباره تاکید کنم. نیاز به تعهد داره، تعهد به تمرین منظم، صبر و مهمتر از همه داشتن اون نگاه درست، یعنی باور کنی که تغییر ممکنه و مشتاق باشی که این مهارت رو یاد بگیری. کاربردهای بالقوه‌اش هم که دیدیم خیلی گسترده به نظر میرسه. از کم کردن استرس روزمره بگیر تا کمک به تغییر عادتهای ریشه‌دار، مدیریت دردهای مزمن و حتی شکوفا کردن استعدادها و توانایی‌ها. پاورز در واقع داره شما رو تشویق میکنه که به جای اینکه همینجوری منفعل بشین و تحت تأثیر تلقین‌های منفی محیط یا حتی اون حرفای منفی تو ذهن خودتون باشید، من نمیتونم، من به اندازه کافی خوب نیستم، کنترل رو دست بگیرید. آگاهانه از همین قدرت تلقین پذیری استفاده کنید تا بذر فکرها، تصویرها و باورهای مثبت و سازنده رو تو باغچه ناخودآگاهتون بکارید. شاید اون جمله معروف که پاورز هم تو کتابش بهش اشاره کرده بهتری خلاصه باشه. آنچنان که انسان در دل خود فکر می‌کند همان گونه است. و این یه سوال خیلی تأمل برانگیز برای شما باقی میذاره. اگه ذهن ما واقعاً همچین قدرتی داره که با تمرکز و تلقین هدایت بشه، چه بخشی از پتانسیل شما، چه توانایی‌هایی، چه تغییرات مثبتی همین الان منتظرن تا شما آگاهانه فکرها و تصویرهای ذهنیتون رو به سمتشون هدایت کنید. خیلی ممنون که تو این کاوش همراه ما بودید. تا بررسی عمیق بعدی.